چند تا رفتار هست که باید حواستون باشه پیش بقیه، مخصوصا پیش پارتنرتون، انجامش ندین. مریم جعفری هستم، روانشناس بالینی، کوچ روابط عاطفی و رشد و توسعه فردی. به کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید. میخوام بهتون این رفتارها رو بگم تا حواستون باشه انجامشون ندین، یا اگر دارین انجامش میدین این اشتباه رو ادامه ندین، چون آسیبای خیلی زیادی داره. رفتار اشتباه اول سرزنش و انتقاد خودته. الان دقیقاً بهت میگم چه آسیب هایی داره. ببین، تو زمانی که شروع میکنی به خودت انتقاد کردن، شروع میکنی به سرزنش کردن خودت، اولین موردی که اتفاق میفته اینه که اون میزان قدرت و اون میزان محبوبیت و شخصیت و شأنی که توی دید طرف مقابلت ایجاد کردی، که حالا به خصوص اگر پارتنرت باشه، کاملا خرابش میکنی و میشکنیش و باعث میشی که تمرکز اون آدم هم بیاد روی نقاط منفی تو و بیاد روی این که اونم یاد بگیره تو رو سرزنش کنه. شاید روزای اول وقتی تو خودتو سرزنش میکنی بهت بگی که نه تو خوبی، تو اینطور نیستی و بخواد اصلا بهت ویژگی‌های خوبت رو یادآوری بکنه، ولی دقیقاً همون نکات و سرزنش ها و ویژگی‌های منفی که مدام داری خودت از خودت میگی و گفتنت هم صرفا از سر اینه که میخوای خودتو سرزنش کنی یا انتقاد بکنی، هیچ نتیجه‌ای نداره. اونم یاد میگیره که کم کم تمرکزش رو ببره روی این نکات و نکات منفی تو رو بیشتر ببینه. حالا از طرفی آسیب بعدی که داره نشون میده که تو وقتی که در برابر خودت این اخلاق و رفتار رو داری، نسبت به خودت انقدر نگاه انتقادی و سرزنشی داری، انقدر خودتو تخریب میکنی، از خودت بدگویی میکنی، قطعاً طرف مقابل رو هم بیشتر نقاط منفیشو میبینی و نسبت به اون هم این حسو داری. این آدم کودک درونش، اون حالتهای درونیش که میخواد با تو اعتماد کنه، ارتباط بگیره و پیشت احساس امنیت کنه، این حالت رو بیشتر برش میاره که خب الان اونم نکات منفی منو هی میخواد ببینه و به من بگه، یا نسبت بهت گارد میگیره، یا نمیتونه خیلی باهات صمیمی بشه و از طرف دیگه تو رو هم اونقدر نکات مثبت و خوب تو بولد نمیبینه که براش جذابیت داشته باشی و کم کم مثلا جذابیتی که شاید ایجاد کردی یا تو ذهنش داری رو از دست میدی. پس باید حواست باشه این رفتار رو اگر تا الان انجام میدادی سعی کنی به حذف کردنش. شاید به خود بگی خب من واقعا این اراده رو دارم، چیکار کنم؟ اونم آدم نزدیک زندگیمه یا آدمای اطرافیان میشینم باشون صحبت میکنم، درد و دل میکنم. باید بدونی که با انجام این کاریش کمکی به خودت نمیکنی که این ایرادات و انتقاد کردن، سرزنش کردن باعث بشه تو تغییر کنی یا به موفقیتات برسی یا شرایطاتو عوض کنی. فقط باعث میشه که دید بقیه رو خراب کنی. و توی این مسیر قطعاً کار کردن روی رشد و توسعه فردی که بهت کمک میکنه، روی مدیریت افکار و احساساتی که بهت کمک میکنه، نه سرزنش و انتقاد. خب شما راحتین؟ و اما مورد دوم و نکته دومی که اشتباهه و نباید انجامش بدی، رفتارهای تایید طلبانه و مهرطلبانه. این رفتارها چه ویژگی هایی دارن، چه مدل هایی هستن؟ یعنی شما زمانی که یک کاری رو انجام میدی برای اینکه طرف مقابل دوست داره شما این کار رو انجام بدی، برای اینکه طرف مقابل از شما راضی باشه، حالا اینا میتونن خانواده تو باشن، میتونن همکارا و رئیس و دوستای تو باشن و از همه مهمتر میتونه پارتنر تو باشه و تو به اشتباه این رفتار رو باهاش داری انجام میدی که توی خیلی از ویدیوها توضیح دادم که چقدر اگر آقا باشی میتونه این باعث بشه قدرتتون بیاد پایین و از جذابیتتون کم بشه و این باعث میشه که در هر صورت شما هیچ وقت کاری که خودتون دوست دارید رو انجام ندید. فقط نگاه کنید ببینید بقیه چی دوست دارن اون رو انجام بدید، بقیه چی میخوان اون کار رو انجام بدید. نه تنها رضایت درونی ندارید، اعتماد به نفس درونیتون زیر سوال میره و حالتون خوب نیست، بلکه واقعا در واقعیت هم اونطور که باید رابطتون رو پیش نمیبرید که طرف مقابل شما رو دوست داشته باشه. مثل آدمایی میشید که در آخر میگن من دستم نمک نداره، من به هر کسی که محبت میکنم جوابم با بدی میده، آدما اصلا لایق محبت کردن نیستن. آخرش خسته میشید و فکر میکنید آدما بدن، در صورتی که بهتره بدونید شما یه سری رفتارهایی رو دارید انجام میدید که نباید.
اگر دوست دارید یه سری رفتارهایی که باعث میشه اتفاقا جذابیتتون بیشتر بشه و چند تا تکنیک در موردش بگم، حتما کلمه جذابیت رو برام کامنت بکنید، حتما این مورد رو براتون بیشتر توضیح میدم. ولی در ادامه بریم سراغ این که چطوری در مورد این تایید طلبی و مهر طلبیه رفتار بهتری داشته باشیم. در درجه اول بهتره که به عنوان یک فرد، چه توی رابطتون با پارتنرتون و چه توی اصلا ارتباطاتی که دارید، توی محل کارتون یا هر چیزی که هست، سری خط قرمزها، مرزها و چارچوبها داشته باشید و بر اساس اون تمایلات و خواسته خودتون، نمیگم خودخواهانه ولی با در نظر گرفتن خودتون، بیاید شروع کنید این رفتارهایی که میخواید انجام بدید و انتخاب بکنید. نه سر این که بخواید پسر خوبی باشید، نه سر این که بخواید دختر خوبی باشید، نه سر این که بخواید همه بگن آهان تو خوبی، چقدر تو خوبی و این تاییدها رو دریافت بکنین. کاری رو انجام ندین، بلکه بر اساس مرزها، چارچوبها، هدفتون، دیدگاهتون و باورهای خودتون باشه. و توی مهارت ارتباطی اگر جایی کسی باهاتون توافقی نداره و درخواستش متفاوته، میتونید باهاش صحبت کنین بالغانه و حالا به توافق برسید و تغییرات رو ایجاد بکنین و این کاملا بحثش جداه با تایید طلبی و مهر طلبی. پس کاری که تو برای فقط رضایت دیگران انجام میدی یعنی تایید طلبی و مهر طلبی، چیزی که جذابیت شما رو خیلی میاره پایین. اما رفتار آخر و مهمی که جای گرم و نرمی پیدا کرده و اما رفتار آخر و مهمی که باید حواستون باشه و انجامش ندید، اینی که وارد نقش قربانی نشید. وارد نقش قربانی شدن چه شکلیه؟ اینطوریه که من از همه چی ناراضیم، از شرایط ناراضیم، از آدما ناراضیم، از خودم ناراضیم و احساس میکنم خیلی بد شانسم، خیلی بدبختم. حتی ممکنه شما این روند و نقش قربانی رو در دوزها و درجات متفاوتی داشته باشید. یکی هست دیگه خیلی این احساسات شدید داره و حالش بده، یکی هست نه این احساسات رو کم و بیش داره. و مهمتر از همه اینه که شما میایید اینجا زمانی که دیگه با یه نفر صمیمی میشی یا توی موقعیت و چالش قرار میگیرید، به جای اینکه به جای اینکه یاد بگیرید چطوری حلش کنید، اوضاع رو مدیریت بکنید، حل مسئله داشته باشید، خودتون رو ارتقا بدید، خودتون قدرتمندتر کنید، شرایط رو تغییر بدید، میرو روی فاز این که من خیلی بیچارم، من خیلی بدبختم و من شانس ندارم و تنها چیزی که به اطرافیانتون به خصوص پارتنرتون منتقل میکنید اینه که من عادت دارم به غر زدن، عادت دارم به اینکه نقش قربانی رو داشته باشم و این باعث میشه که آدم‌ها وقتی کنارتون قرار میگیرن احساس خوبی نداشته باشن و همش فکر کنن مجبورن شبیه واقعا اینطوریه یک سطل آشغالی باشن که شما دارید هر بار اون آشغالای درون ذهنیتون، اون قرا، اون انرژی منفی، اون حرفای منفی، اون حالتهای بدتون رو هی بهشون منتقل میکنید و این آدما رو پر میکنید و وقتی که از کنار شما میان احساس میکنن با یک بار سنگینی از حسای بد و منفی اومدن و خیلی راحت هم نمیتونن تحملش کنن و به دوش بکشنش. پس از همه مهمتر اینه که نقش خودتون رو بشناسید. چه نقشی دارید؟ آیا نقش قربانی داری توی زندگیت یا نقش خلاق داری؟ اگر مشکلی مسئله پیش میاد سعی می‌کنی براش تلاش کنی، حلش کنی، از متخصصش کمک میگیری. توی رابطت به مشکل میخوری، از متخصصش. توی فروش و کارت به مشکل میخوری، از متخصصش. توی جسمت و یا هر شرایطی که داری به مشکل میخوری و میری از متخصصش کمک میگیری، راهشو پیدا میکنی که حلش کنی و اصلا اجازه نمیدی که این شرایط ادامه پیدا بکنه. این از جمله مهمترین رفتاریه که میتونید داشته باشید و نقش خلاق رو براش ایجاد بکنید برای خودتون. خیلی خوشم تا اینجا ویدیو همراه من بودید. قطعا میدونید که با لایک کردنتون کلی به من انرژی میدین. ویدیو رو اگر برای اطرافیان و دوستانتون بفرستید باعث میشید که اونا هم این روش ها رو یاد بگیرن و اتفاقا ویدیو در اختیار بقیه آدم هم قرار بگیره. اگر سوالی دارین، نظری دارین یا موضوعی هست که دوست دارین در موردش صحبت بکنیم، حتما برام کامنت بکنید.